الله بجان. الله بجان. گوش میکنم گپ زنید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت یک بسیار سلام داشتیم. مرحبا. آیا میگم والدین به اجازه فرزند میتوانند از مال او استفاده برند؟ سلامت باشید. خدا خیر برکت. سلامت باشید. سوال فهمه. سلامت باشید. پاسخ میگیرید. خب آیا والدین به اجازه فرزندان یعنی اجازه داشتن مال و اموال فرزند رو دارن؟ دارن به قدری ضروریش. هر چیزی که در زندگی خودش ضرورت دارد اون رو حقوق دارد. که خانه داشته باشد پدر مادر از حساب فرزند. یعنی شما تکرارا زنگ بزنید 1 دقیقه بعد جای زندگیش باشد. پیش اسبی سواری میگفتن ماشینی که برای زندگیش رفت و آمدش داشته باشد. اگر فرزند دارنده باشد موافق به دارندگی و شرایط فرزند. هر چیزی که ضرورت دارد در زندگی از مال فرزند به اجازه فرزند گرفتن اجازت دارد. و باید فرزند هم یعنی این شرایط برای پدر و مادر مهیا کنند. سوگند خوردن خوب نیست لیکن قسم به پروردگار. همونی که مال خود را از پدر و مادر دریغ می‌دارند بعدی که پدر و مادر میگذرد بعد آرزو میکنن که کاش مادرم یا پدرم میشد که تمام دارندگی هم در اختیارش میدادم که دعایشان را بگیرم تا اینکه برکت میافتم. هیچ وقت از پدر و مادر چیزی رو دریغ نداری و به اجر و به برکت و به سعادت نمیمانید. الله بد. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. حضرت مفتی ناظر خوبه؟ شکر خدا الحمدلله. خدا خیر برکت. یک سوال داشتیم. جون مرحبا. پدر میتونه که در قید حیاتش دارویش فقط با پسراش تقسیم کنه؟ سلامت باشید. خدا خیر برکت. سوال فهم است. سلام. رحمت خدا. ما فهمش. آرزو میکند که کاش پدر یا مادرم میبود که تمامی دارندگی در اختیارش میدادم تو اینکه باز هم برکت زیاد سعادت زیاد و از فرزندانم نیکی ها میدیدم. وقتی که به پدر مادر نیکی زیاد انجام میدهد همه اون نیکی های انجام دادهش رو از فرزندانش میبیند. وقتی که آزار میدهد همه اون آزار دادگیش رو از فرزندانش میبیند. این رو تجربه حیات زندگی هر روز اثبات کردگی است که با چشم سر میبینیم. و خدا و رسول خدا و تمام دانشمندان اسلام امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل تمام امامان و مجتهدین مفسرین این رو تصدیق کردگی هستند و پند اندرز گفتگی هستند. باید که چیکار کنیم؟ احتیاط داشتیم. الله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. و علیکم السلام. شنیده شدم شما سوال کنم. مرحبا. اگر سوال داشته باشید برنامه از سوال کنید. بله مدام. الله جان. اون کارش به والدین چه کاری؟ اوستون نفهمه است کمتری. کم روشن‌تر گپ زنید. کارش بودن به والدین یعنی که فرزند به والدین فرزند با والدین چیز؟ قهر کنه. قهری کنه. تمام. خدا خیر رو داشتید. سلامت باشید. قهری کردن با پدر و مادر این گناه کبیره است. هیچ ممکن نیست. یعنی خدا امر خدا و امر رسول خدا و امر توصیه و نصیحت و پند اندرز راهنمایی تمام دانشمندان اسلام. حالا ما از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یکی از کمیابترین صحابه و شاگردای پیامبر علیه السلام و رضی الله تعالی عنه مثال آوردیم. همین است. لبی جان. لبی جان. گوش میکنم. آواز شما آمده ایستاده است. برنامه مستقیم است. سوال داشته باشید اگر. لبی جان. آواز شما آمده ایستاده است. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یادم وقتی نماز خوندیم پایین. آواز برنامه مستقیم است. بعد ساعت 12 شما زنگ بزنید. البته این رقم اداره هست. وقتای نماز هر روز پنجشنبه عوض می شود.
بعضیا سوال میکنن که وقتای نماز، یعنی در وقتای نماز چی تغییرات‌های وارد شدگی است. به درک از اون هستن که برنامه مستقیم رفته شده است. یک سوال پیش از یادم رفت، برادری سوال کرد چی بود؟ یعنی قهری بدن با پدر و مادر گناه کبیره هست. اگر پدر و مادرم که باید انصاف کنن از حد نگذرانند، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگوید که من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. کسی بزرگسالای ما، چه پدر و مادر باشن، چه کلان سالا باشن، چه ریش سفید ها باشن، چه انسان های معتبر و باوقار باشن، چه عالم ها باشن، در یک حدیث دیگر است که کسی که با عالم های ما اگر احترام نمیکنند، یعنی چیز از گروه کامیابان، از گروه ما نیستن، یعنی از گروه مؤمنی کامل نیستن. اگر دانشمندا و عالما و اینا رو اگر احترام قائل نشن، ولی با بزرگسالای ما احترام قائل نباشن و رحم با خردسالا و ضعیفا و ناتوانایی که یتیم، بیچاره، بینوا، معیوب، اگر رحم به اینو نکنن، یعنی اونو مؤمن و مسلمان کامل نیستن. از این طرف بزرگسالای پدر و مادر احترام شود و پدر و مادر نسبت فرزندان مهربان باشند، به رحم نباشند. اگر مبادا پدر و مادر شما رو نمیفهمند، کاری آسانی هست که یعنی با بی خرج و بی صرف به دست میآید. شب‌های در روزی قریبی زمستان است، تیر ماه است، ساعت 4 طهارت مخصوص برای چیز توبه و تضرع و نماز تهجد، طهارت با پررگی، با آرامی و با تمامی سنت و واجبات و همه نازکی هایش و 2 رکعت نماز نیت کنید بخونید. نمازی نفل، نمازی تهجد، نماز رو به خاطر هیچ کس نی، نماز خالصا لله میخواند انسان، همه عبادت رو. بعد این نماز دعا کنید که پروردگارا، امین پدرم مادرم هیچ من رو نمیفهمند یا آزارم میدهند، پروردگارا هدایتشون کن، سعادتشون بده. یعنی هر مشکلی و نافهمی بین خودت و پدر و مادرت هست، از پروردگار خواهان شو، از پروردگار طلب کن. همچنانه که دعای پدر و مادر در حق فرزند مستجاب است، دعای فرزند هم در حق پدر و مادر مستجاب است. یا پدر و مادرایی که از نافرمانی یا از آزار و اذیتی فرزندان رنج میکشند، پیش همه آبی دیده میکنند، بهتر اون نیست که پیش پروردگار نیمی شب آبی دیده کنند تا اینکه مشکلیشون به آسانی حل شود؟ این بهتر نیست؟ صاحب قلب ها که هست پروردگار در یک لحظه قلبش را تغییر میدهد. لبه جان. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله، برنامه مستقیم است، یعنی پخش مستقیم است. اگر سوال داشته باشید مرحبا. بیماری والدین برای فرزندان چه حکم دارد؟ بیماری فرزند چی والدین؟ بیماری والدین بر فرزندان چه حکم دارد؟ یعنی چی وظیفه بالای فرزندان میارد؟ باید یعنی کی والدین رو نگاه کنن در بیماریش؟ بله. سلامت باشید، تا خیر برکتی. خب قبلا سوالی که در ذهنم اومد، برادر سوال کرد که پدر مادر یا پدر دارندگیش رو در زندگیش تنها با پسرانش تقسیم کند و دختران رو محروم کند، یعنی موافق شریعت جایز است؟ نیست، درست نیست. قبلا وقتی که حالا که صاحب ملک است، اگر میخواهد که به همه فرزندانش یعنی چیزی تقسیم کند، باید به همه فرزندانش تقسیم کند وابسته به شرایط فرزندان. اما از این تحفه که حالا تحفه میگن، برعکس یعنی دختران رو باید زیادتر تحفه بدهد که دختران سزاوارتر هستند از تحفه و از مهربانی پدر و مادر. پسر مرد است، توان دارد، قوی هست، دیگر هست، حالا مهربانی و تحفه دادید آخر سن نشود، یا ممکن پروا هم نکند،
یا در ذهنش هم چرخ نزند. اما دختر خیلی خرسند می شود، دعا می کند. اگر دعا هم نکند، فراستی دعا کردن ندارد، همین خرسندی قلبی همون پروردگار رو خرسند میکند و برای پدر یا برای مادر خیر و برکت می شود. یعنی باید که این همه برابر تقسیم شوند و باید که برابر، یعنی همه فرزندان باید برابر مهربانی یا اینکه برابر، یعنی برابر تحفه وقتی که داده می شود و همه داده شود تا اینکه فرزندان نسبت همدیگر دشمن نشوند. یعنی فرزندان دشمن همدیگر می شوند. لبا جون. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک سوال داشتم. مرحمت بفرمایید. سلام باشید. مرحمت. آیا فرزندان بعد گذشتن والدین نمازهای قضا کرده والدینش رو بجا بیارن یا نه؟ سلامت باشید. خدا خیر برکت ان شاء الله پاسخ میگیرید. سلام باشید. سوالی پیش از این بود که به پدری بیمار یا مادری بیمار رو وظیفه کی هست که نگهبانی کنه؟ این وظیفه همه فرزندان، خصوصا پسران. حالا پسری که خیلی مشغول است، مصروف است، یگون نفری رو بسته کند یا مبلغی چیزا کند یا فرزندش رو یا که برادرش رو که برادر من مشغول هستم در همین نوبت شما نگهبانی کنید، من پرداخت میکنم. وظیفه همه پسرها هست. اما دخترها اگر پسرها خدمت نکردن در بیماری پدر یا مادر، همه آسی گناهگار می شود. اما اگر دخترها خدمت نکردن از ثواب محروم می شوند. اما بالای دختر واجب نیست که پدر مادر رو خدمت کند، یعنی آسی شود نیست، از ثواب محروم می شود. خوب است اگر توان دارد، ولو شوهر دارد، شرایط زندگی وابسته به شرایط زندگیش که در خانهش چگونه شرایط دارد، شرایطی خانوادگیش یا شوهرش اجازتش میدهد که هر وقت رفته خدمت پدر یا مادرش باشد. اگر اجازت میدهد که خوب است، باید به اجازت خانوادهش یا که شوهرش باید که بیاید به خدمت پدر و مادرش. بخاطر که وقتی که دختر نکاح میکنی چی میگوید؟ تن و نفسم بخشیدم، یعنی تمام مهارتم، قابلیتم، زندگیم، حسن تراوتم، همه رو به همین مرد بخشیدم. یعنی زندگی با برکت عطایم فرمو پروردگار. یعنی وقتی که این سخن رو میگه به اون مرد متعلق میشود تمام. اگر مرد اجازتش میدهد باید که خدمت کند. اگر که خدمت نکرد آسی نمیشود. خدمت کرد ثواب میگیرد، خدمت نکرد چیز آسی نمیشود. اما فرزند و پسرو وقتی که خدمت نکردن همه آسی گناهگار میشن. یعنی وظیفه اساسی نگهبانی پدر یا مادر بیمار این وظیفه پسرو هست. بینندگان عزیز گرامی، تجربه حیات زندگی واقعیت نشون میدهد که هر کسی که خدمت کردگی هست پروردگار با اون برکت عطا کردگی هست. هیچ وقت از خدمت پدر و مادر نگریزید، هیچ وقت یعنی پیش پدر و مادر قوق ندوزید. حتی تبسم کردن بر روی پدر و مادر، تبسم و لبخند زدن طرف چهره پدر و مادر برات عبادت است. پروردگار برات اجر میدهد. خوش و قوق دختن پیش پدر و مادر، یا که حتی میگوید اگر خیلی ضرورت نیاید بیمارم باشی نالش نکن که قلب مادرت یا قلب پدرت غمگین میشکند. یعنی از درد حتی میگوید که احتیاط باش که نالش نکن، خوش و قوق نداز. خدا و رسول خدا این همه رو گفته است. تجربه و حیات ببینید چیکار کرده است. در تجربه و حیات آدمایی که این همه احتیاط رو کردن، خدمت کردن، چه حال دارن؟ یکی از صاحب کارهای خیلی موفق کامیاب که در کارهای خیر، در کارهای جمعیتی، در آبادانی کشور وطن خیلی سهم‌های زیادی دارد. قبل از مرگ مادرش، در کرانسالی مادرش، سالهای طولانی اخیری حیات مادرش رو میگه هر وقتی که میبرامد پیش از برآمدن از پیشونی مادر بوسه میکرد، مادر جون یک دعایم بدی. میومد مادر جان از پیشونی مادر، از بالای سر مادر بوسه میکرد، میگو مادر جان یک دعایم بدی. پروردگار این هم خیر برکت رو داد. و برادری قصه کرد، حالا ما دعا گفته، دعا چی پدر چی پسر. میگوید که من از نفری شنیدم، قریبی در کعبه بودم،
یک نفر چنون تلخ با علم کک زده میگریستی جگرم ریش ریش شد و به دعاهایش گوش میکردم. دعا میکرد که پروردگارا چندین سال است که خانه دارم، فرزنددار نشدم، فرزندم بده، فرزندم بده. میگه دعایش رو آمین گفتم، لیکن در ذهنم گذراندم که کاش میگفت که فرزند صالح هم بده. خب دیگر اون گریه تلخش شنیدم، گفتم که پروردگارا دعای همین بنده رو اجابت کن. یکی از خادمای حرم کعبه. و بعد مدتی میگوید باز روزی نوبتی هم بود، نوبت خدمت کعبه، اطراف کعبه. عیناً همون آواز میگه باز در سال بعد نمیدونم 18 سال 20 سال همون صدا باز آمد در گوشم که هم تلخ گریسته ایستاد است که پروردگارا همین فرزند دادگیت رو بگیر، فرزند دادگیت رو بگیر که در جانم زدگی هست، نمیدونم که چیکار کنم، از آزار و از ضررش راه گریز ندارم. میگه رفتم از دستش قبیدم، گفتم برادر تو همونی نبودی که 18 یا 20 سال قبل دعا کردی که پروردگارا فرزندت بده؟ یه گشت نگاه کرد گفت نمیشناسم شما رو. گفت درست من رو نمیشناسی، لیکن من شنیده بودم تو رو. گفت ها 20 سال پیش اومده طلب فرزند کرده بودم، برو پروردگار فرزند امداد است که نمیدونم سرم در کجا بزنم، هیچ راهی گریز ندارم، برای همین آمدم که پروردگار اون فرزند رو از من بگیرد. گفتم برادر عزیز نمیشود از او یکی او رو بگیرد هدایت کند که سبب عزت و برکت و سعادت در دنیا و آخرت شود؟ یاد بخدا من گفت میشود. همینی که از عمق قلبت گریسته ایستاده، آبی در شش قطار ریخته ایستاده است، با همین دعایت پروردگار رو بگو که پروردگار رو فرزند نالایقم رو هدایت کن تا این فرزند لایق و فرزندی یعنی صالح و فرزندی نیک و سبب روشنای چشم و افتخاری دنیا و آخرت هم باشند. این دعا رو کن، پروردگار قادر است، صاحب قلب ها است، قلب ها رو هر طرفی که پیچ بدهد میدهد. یا مقلب القلوب، پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم همیشه میگه یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ای پیچ توب دهنده قلب ها، قلب من رو مستقیم در راه راست نگاه بدار. ولی چی میشه بگی که پروردگار و فرزندم رو دیگه بعد یک سالی یا 2 سال بعدی عیناً همون انسان رو در یک روز کاری هم دیدم. لبیک. لبیک جون. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لبیک جون گوش میکنم. برنامه مستقیم است اگر سوال داشته باشید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکای دنبال سوال داشتم، سوال نکته. لبیک جون. اجزای دین مبین اسلام پدر یا مادر کدام حق بیشتر داره؟ سلامت باشید، خدا خیر برکت دهد. موفق باشید. سلامت باشید. میگه همون مرد رو با یک جوان مرد دیدم، با یک جوان پسری خیلی نیرومند، توانمند و با سیکه و صورت و قد و قامت و چهره زیبا و دیگر. گفتم که مرد تو همونی نیستی که از فرزندت شکایت میکردی؟ گفت گفتم این کی هست؟ گفت این همون فرزند نالایقم که پروردگارم صالحش کردم، اصلاحش کرده است. و گفتم ای جوان چی شد اینقدر پدر و مادر رو پدر رو آزار دادی که تو اون درجه‌ای که می اومد تلخ میگیری؟ گفت در غفلت بودم، شیطان وسواسم میکرد، پیروی از گفته‌های شیطان کردم. بعد گفتم چی شد؟ گفت نمیدونم، بی سببی روزی در ذهنم آمد که من بنده خدا هستم، چرا پدر رو آزار بدم؟ چرا این محیط بدی که من رو فرا گرفته است پیروی از این گفته‌های شیطان و شیطان صفت‌های رفیقای بدی که من رو گمراه کردن چرا از اونها کنم؟ من همون طفلکی نیستم که در خردسالی با هزارها مهر و هزارها امید همین پدر همین مادر من رو تربیت کردن، چرا چنین کنم؟ ناگهانی در قلبم این همه چرخ زد، این همه فکر رو توبه کردم و پیشونی و دستی پدر و مادر بوسه کردم و پوزیش و بخشش پرسیدم و عبادت رو شروع کردم. پدرم گفت بیا همون جایی که تو رو طلب کرده بودم.
و همون جایی که دعا کردم که اون پروردگارم تو رو اصلاح کرد ببرمت. یعنی این است، دعا مغز عبادت است، دعا سپر مؤمن است. همیشه در حق پدر و مادر و در حق فرزندو دعای خیر و برکت بگوییم. هرگز هیچ وقت همون پدر و مادری نالایق فاسق و فاجر هم باشن دعای بدشون نکنیم. هیچ وقت همیشه بگوییم پروردگار اصلاحشون کن. هرگز به فرزندان نالایق دعای بد نکنیم. همیشه بگویید که پروردگار رو هدایت کن، پروردگار رو فرزندم عطا نموده ای. حالا عطا نمودن فرزند از اصلاح شدن فرزند برای پروردگار مشکل تر است؟ نه، از نیستی و به هستی آوردش اون این مشکل نیست. یک چیزی که وجود دارد، حالا عضوای سالم دارد، عقلش پر است، عقل دارد، هدایت اون مشکل است؟ نه، عادی است برای پروردگار، ساده آسان است. برای همین همیشه دعای پدر و مادر دعای خیر برکت و در حق فرزندان همیشه دعای خیر برکت، خیرخواه بودن در زندگی اساس سعادت انسان، چی فرزند باشند چی پدر و مادر باشند. خیرخواهی اساس سعادتی هم پدر و مادر و هم فرزند هستند. دو سوال اخیر بود فکر میکنم گفتن که مبادا پدر اگر به نماز بود از دنیا گذشت یا هر وقت نمازش رو نمیگذاشت یا قضا میکرد ولی نماز خواندن، نه، یکون عبادت غیر از حج یعنی عوض ندارد، بدل ندارد. تنها در اسلام حج بدل هست. اگر بیمار و معیوب و ناتوان باشند میشود که یک انسان حج کرده از نامش برود، یعنی چیکار کند؟ حج کند. یا اینکه حج نکرده بودند و فوتیده بودند، حج بدل، حتی که موافق بعضی از گفته‌های فقیها جایز است که برود حج بدل کند. اگر نمازی نخوانده‌اش، روزه‌ای نگرفته‌اش، برای اینا روزه نمیگیرید. نماز قضایی پدرم یا نماز قضایی مادرم یا روزه قضایی پدرم یا روزه قضایی مادرم خونده نمیشود. میشود شما ذکر، تحلیل و تسبیح و استغفار زیاد بگویید، کاری خیری انجام بدید، باغ، مسجد، مکتب، یتیمخانه، راه، یک جای جمعیتیه که شخصیت مالکش نیست، اون رو میگن صدقه جاریه. به قدری توان یک صدقه جاریه انجام بدهید به نام پدرتون، همچون صدقه جاریه. پروردگار من این نیکی رو کردم، این چند درخت رو شنوندم، این چند خشتی رو که در این مسجد گذاشتم، چند خشتی رو که در این یتیمخانه بردم و چند مبلغی که در اینجا مبلغ گذاری کردم، چند مبلغی که در این راه سازی من سهم گذاشتم، همچون صدقه جاریه. پروردگار اجر این رو به مادرم یا به پدرم، از نام پدرم این صدقه جاریه، از نام مادرم یا از نام پدرم یا از نام مادرم. برادری عزیز و دوستی صاحبکاری به نزدیکی گفتن که یک مکتب خیلی کلان به نام مادر صدقه جاریه گفته، مکتب رو با پرگی ساخته است برای چند هزار یا 5,000 یا زیادتر به فکر طلبه و این رو صدقه جاریه به نام مادرش. بهترین هر کسی موافق توان. پروردگار میگوید که استعیذ بالله لا یکلف الله نفسا الا وسعها. پروردگار هیچ بنده ایش رو از توانش بالا امر نمیکند. هر کسی رو به قدری توان. زیاد ندارید به چنین دارندگی، اگر مبلغ ندارید دستی کسی رو بگیرید، جای خدمت کنید، مسجدی بروید، مسجد رو تازه بروید، بشوید، تازه کنید، دیگر کنید. پروردگار ثواب همین به پدرم، ثواب همین به مادرم. یا ختم قرآنی به پدرم، ثوابش به پدرم، ثوابش به مادرم. پروردگار رو برسون. این همه در اسلام هست و این تأثیر دارد و این اجر دارد و برای فرزند بخت و سعادت و برای کار و کشایشی کار میدهد. پروردگار در عوض خدمت‌های فرزند برای پدر و مادر و اون فرزندی که به پدر و مادر خدمت میکند عزت و برکت و سعادت و برای کار میدهد. حتی سکرات موت، مردن رو برایش آسان میکند، حتی قبر رو برایش آسان میکند، قیامت رو برایش آسان میکند، مقامای در جنت برایش میکند.
نیکی ها رو وقتی که انسان انجام میدهد، پروردگار این همه رو قدر میکند. برای چی؟ یعنی آدمگری و انسانگری و نیکی و نکوکاری رو بسا قدر میکند. پروردگار میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی در عوض نیکی نیست، باید در عوض نیکی باشه. این همه برنامه رو جمع بست میکنید و از پروردگار اخیران سوال رو بگیریم اگر سوال باشد. لبه جون. السلام علیکم حضرت مفتی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت این سوال ما را جواب ندادین، ما خونه به همه کسک شدگی. لبه جون چی بود؟ عذر شاید که فراموش شد، از تکرارن بگید بخشیش. لبه حضرت تکرارن بگید که در یادم نمونده سوالی شما چی بود؟ حق فرزند نسبت بریده از دیده اسلام. تمام سلام. من اشاره کردم که گفتم. خب سلامت باشید. سلامت باشید. حق فرزند بوله والدین درست که ولی گفتیم نومینه، تربیت، تعلیم، یعنی مهربانی، نوازش، دوستداری کردن، یعنی این هم حق فرزند بولوی که هست پدر و مادر. پیش از همه برای فرزند مادری پاکدامنی با عفت. اینه که از خدمت‌های بهترین برای فرزند چی هست؟ که برای اون مادری مناسب انتخاب کنید و نومینه که برای انتخاب کنید، اون رو تعلیم و تربیت بدهید. این شاید بهترین خدمت، یعنی حقی که فرزند بالای پدر مادر دارد. یعنی این همه مادری پاکدامنی با عفتی از عائله خوبی انتخاب کن، نومینه کش بگذار، تعلیم و تربیتش بده. یعنی با جزئیاتش من گفتم تا 7 سالگی تا 14 سالگی تا 21 سالگی میشد هم فرزند هم شاگرد هم بهترین مشاورت و مشورتچی و مصلحتچی تا آخر عمر. این همه حق فرزند بالای پدر و مادر است. خدا خیر برکت زیادتان تهیت، سلامت باشید و برای سوال‌های کردگی از پروردگار خیر و برکت و سعادت و عزت دائمی این دنیا و آخرت تمنا و التجا میکنم و به همه بینندگان عزیز گرامی از پروردگار کامیابی‌های دائمی و سعادت ابدی با دعا تمنا و التجا دارم. موفق و کامیاب و سربلند و با عزت باشید.